دوستای عبدالله جان با یکی از پدن فروشی‌ها و جمپر فروشی‌ها آوردیم. عبدالله جان تو با یک پدن فروشی و جمپر فروشی آوردیم. همین هر آن جمپری که خوش داری دیدیم اینجا خوش برات بگیریم. صحیح اینجا خوش کدامش خوش می‌کنی؟ این رنگ خوش داری؟ همین رنگ. خب پدن اینجا پدنای کاوبای کدام خوش داری؟ هر رنگ خوش. این خوش داری؟ خب یک جاکت خوبم خوش کو. این خوش داری؟ این جاکتش. خب این می سه دانه عبدالله جان خوش کرده. دوستای میره برش میگیریم. خیلی دیگه میره بگی دیگه. سوال دیگه کرم چای تام مسکین چابیار موسیقی بخیر. دیگه آل دوستا عبدالله جان کالش رو کجا ببینیم؟ چطور عبدالله جان؟ خوش. بلد شد؟ ها؟ ها. یعنی دوستا جمپر پدنش گرفتیم. سرای جان گفته بود که برش هم جمپر بگیری هم پدن بگیری هم بولس بگیری صحیح؟ صحیح. این سرای جان همه چیزش برش گرفتیم. سلام علیکم. سلام. نامت چی است؟ عبدالله جان چی میگیری؟ چی بار میگیری؟ تو خنده کردی که آمده؟ بایسکل ماستا که اسما که فرد است؟ تو بایسکل داری؟ خوش داریم یک بایسکل داشته باشی؟ پدر جان چی کار میکنه عبدالله جان؟ پدر نداری؟ روزانه کار میکنی جو بولونی و چیزا رو میفروشی؟ یا روزا بیا؟ با پول روزانه چند کار میکنی؟ باز خانه میبری پیسه را؟ یا می کراچی دکردیم بایسکل ما حالش کن؟ کراچی فروشات است؟ نمیکنی حالش؟ بولونی های داشت تو کراچی حالش میکنی؟ خب؟ خیلی بولونی های دکردیم چی میگیریم؟ بیا اینجا بدم ما بگیم مگه یاد داشتی بولونی های دکردیم بایسکل ما چند میکنی؟ صحیح؟ بیا بگیرم ما چک دارن اینجا با ترین کارت تلفنی کنم. یاد کن بولونی های دکردیم کراچی مال چک کنیم نیست؟ میگیری مال چک؟ عبدالله جان که بایسکل برش توفه دادیم. عبدالله جان که بایسکلش آوردیم و بابا جانش تسلیم میکنیم. کاکا جان خوب هستین؟ خوب هستیم الحمدلله شکر. خیلی ببینین اینمی آرزوی بود یک بایسکل. اما گفت من نمیتونستم پدرکشم فوت شده یتیم است دیگه هر کی که سر یتیم دست میگیره خدا کهش خوبی کنه زیاد. چی آرزو داشتی؟ بایسکل. یعنی هم بایسکل. زنده باشه. خوش شدی؟ تو بدون یک بار سعی کنیم که تو میدونی. بدونم میگه. ماشاءالله ماشاءالله سلو یعنی صحیح یاد داره این بچه. دیگه درس ها رو بخوان بخیر. حال چند نمره مکتب هستی؟ دوم. دوم نمره شدی. اول که شدی باز یک دانه چی برات میخونم؟ موتورسیکل. صحیح؟